کرافت، اما نباید پامونا روی رنگ سبز بذاریم. سریع از این شنا بزنیم که کارو جمع کنیم. اگه خیال بکنیم ویدیو هم خوبه خب لایک کن دیگه. لایک نمی کنی خب منم نمیتونم ویدیو بذارم. حواسمون باشه که نریم روی رنگ سبز وگرنه میمیریم. خیلی راحت، خیلی ایزی میمیریم. بریم چوب بزنیم. چوب یه دونه اینو گرول بزنم. هر جوری گرول بزنم. چوب بزنیم که بریم آیرن گولم رو بکشیم یا به هر روشی که شده بتونیم از چوب. حالا من کلا 2 تا شن دارم. دور و اطرافم فکر نکنم که دیگه چیزی باشه. ما تو آب میتونیم بریم. آره تو آب میتونیم بریم ولی خب رنگ سبز نباید بریم. رنگ سبز برای ما ممنوعه. اینجا شن هست. شن حالا خورده میزنیم که این مسیر رو طی کنیم. بریم این بالا این تپه ببینم این اطراف روستایی چیزی هست که مثلا بتونیم توش چیزی پیدا کنیم که به دردمون بخوره. دوستان دقت کنید من نمیتونم پامو بذارم روش و یا نمیتونم از علامات سختیاشی هم باید بکشیم. ببین من میتونم 20 تا چوب بسازم. 20 تا چوب با این 20 تا چوب بالا یک کرفتین میسازم. بذار از کرفتینم حالا به عنوان پله استفاده کنیم. میدونم یه دونه از این تبرها بسازم. یه شمشیر میتونم بسازم و بقیهشم میدم نیمچه چوب. نیمچه چوب عالیه حاجی برای پشمام. حاجی پشمام. ویلیج حاجی ویلیج. میرم حاجی میرم تا ویلیج میرم که بتونم آیرنشون رو بکشم و آیرن گلمشون و بتونم آهن مورد نیازم رو تامین کنم. و هدف ویدیو ویلیج بود. به ویلیج که برسیم هدف رو تغییر میدیم به آیرن. دوستان هدف رو تغییر میدیم. اگه نرسونه خب دیگه تموم میشه سیرم. باید اسکرین نید اوچ شن. اوه حاجی شنا ریخت. چرا این شنا ریخت حاجی؟ این سبز نیست خاکه. میتونم پا بذارم حاجی. اونجا ویلیج دارم میبینم. ویلیج که برسیم رد میکنیم حاجی. بازم یه دونه شن هم میتونم برم توش. خب کجا برم؟ اوه میشم شوری زنم برم. شاید نمیخواد بجی من نمیتونم. شب برم با نه با بجی شما سن بریم دیگه خونه. خب دوستان اینجا آب دارم و اینجا چی؟ خودم برسونم به این گندما. حله
حله حاجی حله. تمام حاجی تمام. برم حاجی برم باید بخوابم. چه بریم بخوابیم. بیناموس برو ور خوابم میاد من. چه بخوابیم. فردا صبح باید بریم دور بدر. برم چست نگارم دستم نمیرسه. عادی ترین ایرانی براش پله گذاشتم من بکنم. پله نمیتونم یه آیرن گالم بکشم. این چقدر خیلی خوبم میشکنه نمیشه. حاجی مرد. و بچه خیلی خوشحال شدم که تونستم ویدیو جدید رو باهاتون در ارتباط بزنم. بای تا ویدیوهای بعدی.